سلام. رئیس جمهور کشور میگوید خشونت طالبان اجماع ملی صلح را خدشه‌دار میکند. وی به نمایندگان کشورهای منطقه گفت که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند پروسه صلح افغانستان با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. مجلس سنای آمریکا مایک پامپیو را به خاطر قضیه صلح افغانستان احضار میکند. گزارشات میرساند که وزیر خارجه آمریکا با پرسش‌های سخت سناتوران روبرو خواهد شد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار تایید کردند که در نتیجه انفجار موتر بمبگذاری شده در این ولایت 3 پلیس محلی به شمول یک فرمانده آنان کشته شده است. در این رویداد 5 پلیس محلی دیگر مجروح شدند. صادرات افغانستان از رای خط آهن 30% افزایش یافته است. اداره خط آهن کشور میگوید تلاش دارند تا فعالیت‌هایشان افزایش و قابل ملاحظه باشد. و در 24 ساعت گذشته در افغانستان 194 تن به کرونا مبتلا و 22 تن جان باختند که با این تعداد بیماران ویروس کرونا در کشور به 33384 تن رسید.